این مشخصه این انقلاب زن زندگی آزادی که در محلات، در محله های مختلف شبکه درست میکنن جوانان و با این شبکه ها به تظاهرات و اعتراضات متعدد متکثر در نقاط مختلف میپردازند، به شدت دستگاه سرکوب رو وحشت زده کرد. آن دسته از مبارزانی که در جنبش سبز فعال بودند خوب به یاد دارند که در تلویزیون صدای آمریکا یک تحلیلگر و یک وردست، در واقع 2 نفر مدام حضور داشتند و مدعی بودند که دارن خیابان رو رهبری میکنن. یک دست محسن سازگارا و علیرضا نوریزاده. در واقع کل جنبش سبز با رفتن مردم به بالای پشت بام، الله اکبر گفتنشون، نوع اون روال، نوع سرکوب شدنشون، همه اینها پشتش مؤثر سابق سپاه پاسداران محسن سازگارا بود. نشانه ها و سمیولوژی اون شیوه رفتارزنی رو ما در حرکات محلات تهران میبینیم. محلات تهران دقیقاً در سومین بیانیه خودشون بعد از اینکه بیانیه دومشون با موفقیت به اجرا رسیده بود، فرداش از مردم خواسته بود که برن در پارک ها شمع روشن بکنن. بلا فاصله من شک کردم، گفتم که این شمع روشن کردن خصیصه اصلاح طالبانه و از اونجا میدونستم که طراح جامعه مدنی این بالماسکه مبارزه مدنی که در گذار راه انداختن رضا پهلوی دنبال میکنه، همه اینها یک آبشخور داره، خواجه سازی که محسن سازگارا داره دنبال میکنه. و ناگهان دیدیم که محسن سازگارا است که در تلویزیون ها میگه که مردم میتونن در خیابون ها بوق بزنن. این بوق زدن ها، این کف زدن ها، همه اینها در واقع اون خطیه که محسن سازگارا دنبال میکرد. در سومین بیانیه جوانان تهران گفتش که برین در پارک ها شمع روشن بکنید. یک سمیو از اصلاح طالبان. دیروز در انتراشخال دوباره محسن سازگار در محلات تهران بیانی میده که مردمی که شب یلدا معمولا در خیابون ها هستن میتونن 1000 کار خیابانی بکنن، برن مثل جنبش سبز در بر پشت بام و خانه ها، همون جوری که در جنبش سبز شعار الله اکبر میدادن، از پشت بام خانه ها مردمی که 90 روز در خیابان رو سرخ کردن، کشته شدن، دستگیر شدن، شجاعت رو رسم کردن، حالا بعد از 90 روز اون هم در شب یلدا باید بروند به پشت بام ها. این یک سمیه امنیتیه. در ویدیویی که این بالا گذاشتم اگه دقت بکنید، ویدیو مال کیه؟ اگه توجه بکنید 25 شهریور امسال مهسا امینی به قتل میرسه. در 30 شهریور یعنی دقیقاً 22 سپتامبر سازگارا این مصاحبه بالا رو با انتراشخال انجام میده. اینجا برای اولین باره که سازگارا از اصطلاح جوانان محلات استفاده میکنه، دقیقاً در دقیقه 2 و 8 ثانیه. یعنی اولش نبینین، بریم دقیقه تو همین ویدیو، در دقیقه 2 و 8 ثانیه اولین باره و او اولین کسیه که از سازماندهی جوانان محلات صحبت میکنه. این اصلا به گروه خونی این نمیخوره. در واقع این حیوان به طور شبانروزی سگ بسته در اینجا و تمام کلمات، تمام جملات منو او تحلیل میکنه. کل ادبیاتی که من به دست میدم در واقع اون هسته های محلی رو دفرمش میکنه، ازش جوانان محلات رو میسازه. و شما اگه نگاه بکنید در اینجا وقتی اون میگه جوانان محلات، ما اساسا چیزی به اسم گروه محلات تهران، گروه محلات فلانجا رو نداشتیم. هیچ بیانیه‌ای در کار نبوده. یعنی شما اینجا میبینید در این ویدیو دقیقه 2 و 8 ثانیه سازگارا در انتراشخال در 25 سپتامبر، در واقع این خیلی جالبه ها. یعنی شما میبینید در 22 سپتامبر سازگارا در این مصاحبه این حرفی میزنه، در 25 سپتامبر یعنی 3 مهر، چند روز از 30 شهریور گذشته، 3-4 روز
شما میبینید که اولین بیانیه جوانان محلات تهران از انتراشخال پخش میشه. انتراشخالی که عمرن هیچی رو منتشر نمیکرده، در طی این 5 سال هیچ بیانیه، هیچ فراخوانی رو منتشر نکرده. ناگهان در 25 سپتامبر یعنی 3 مهر انتراشخال به هیچ حذفی اینها بیانیه جوانان محلات و فراخوانش رو منتشر میکنه. فردای اون روز یعنی 3 مهر میشه 4 مهر، فردای اون روز بیانیه دوم منتشر میشه یعنی 4 مهر 26 سپتامبر. چند روز بعد بیانیه 3 پخش میشه که میگه برید توی پارک ها شمع روشن بکنید. اینجاست که من به این جریان مشکوک میشم و میگم شمع روشن کردن کار اصلاح طالبانه، جوانان محلات وجود خارجی ندارن و ما اعلام میکنیم که انتراشخال از کجا این جوانان رو داره دنبال میکنه و اونجایی که من پیدا میکنم که این کسی که پشت این قضیه است محسن سازگار است. منتها بعد از اون محسن سازگار خوش تصحیح میکنه، دیگه رویه های اصلاح طالبی رو پیش نمیگیره تا امروز که از مردم میخوان که برن پشت بامشون. حالا من همون زمان که گفتم که در واقع همون بعد بیانیه 3 یعنی وقتی که اینا بیانیه 3 دقیقه میشه 5 مهر، در 5 مهر اگه توجه بکنید من همون روز این بیانیهش رو میارم فوروارد میکنم، میگم انتراشخال خل خودتی، جوانان محلات خودتی و بعد اونم سخنرانی میکنم، چندین سخنرانی میکنم و اونجا نشون میدم که چگونه محسن سازگارا اینو داره رهبری میکنه. این بالماسکر داره پیش میره تا ضربه ناگهانی رو به ما بزنه. اگه یادتون باشه من یک جای اینو گیج میکنم، میام تظاهرات لیلی رو مطرح میکنم. دقیقاً 1 ماه پیش یعنی وقتی که 50 روز از تظاهرات محل محور میگذره من میبینم که اساساً هدف انتراشخاله که تظاهرات رو کور بده، یعنی برنامه مشخص نکنه. من محسن سازگارا رو دچار اشتباه میکنم، میام همزمان با اون کانال کیان ملی صحبت میکنم، میگم از این به بعد ما هر روز ساعت 12 شروع میکنیم خیابانا رو شروع کردن. این 2 تا کانال شروع میکنن و ما هر روز از پارتی ها میخوایم که خیابانا رو شروع میکنن. در واقع کنترل خیابان رو از انتراشخال میگیریم. این گونه میشه که همزمان با اون من میام بحث تظاهرات لیلی رو میکنم و بحث میکنم که چگونه ما میتونیم تظاهرات محل محور گسسته رو بدل بکنیم به تظاهرات محل محور پیوسته در فرمت تظاهرات لیلی. اینجا کنترل محسن سازگارا به هم میخوره. این همون فرمت من که گفته بودم از اینجا تا اینجا تو این محدود تظاهرات بکنیم، ناگهان اون برنامه رو عوض میکنه. در همون روزی که ما داشتیم برنامه میدادیم یه فراخوان میده، میگه از میدان بهارستان تا میدان جمهوری ما میتونیم تظاهرات بکنیم، به این خیال که این مسیر طولانیه و مردم گیج میشن. ما همین رو یک استوانه در نظر میگیریم، این خیابون محور اصلی فرض میکنیم، محورهای فرعیش رو مشخص میکنیم و حتی پارتیزان های شهرهای اطراف هم دعوت میکنیم به تهران. ناگهان انتراشخال به طور کامل این بیانیه محلات رو حذف میکنه، سانسور میکنه. همراه انتراشخال کلیه صفحات شلوغ سوشیال مدیا که با آنها همراه هستن، یعنی اصلاح طلبان سابق، ایکس اصلاح طالبان، اینا رو با این دقت توضیح میدم تا همه دیگه بفهمن، همه چیز مشخص باشه که چگونه امنیتی ها کار رو برای جایش دارن در میارن. با پولی هم که بغلخوص کرباسچی، یعنی اون خانومی که ایندیپندنت فارسی رو در میاره، با پول هنگفتی که از کرباسچی میگیره، در اونجا یه پول هنگفتی میدن به این آقای امیر طاهری و امیر طاهری تا یک پروژه‌ای شروع میکنه دفاع از روحانیت. انگاری سلطنت طلبها به قدر کافی به اون نمیرسیدن و او رسواهای دیشب در انتراشخال رو همزمان به دست میده. یعنی هدف چیه؟ گردن زدن مطلق خیابان. خب عزیزان ببینید، ما بحث داریم اینجا. وقتی که من میگم این انتراشخال شما تا حالا کجا بوده، نه اکانت مجازی داشته، نه صفحه‌ای داشته، نه اسمی مشخصه، وقتی هیچی داره، انتراشخال چگونه برای این اعتبار قائله اگر خودش نیست که اعلامیه اینو منتشر میکنه؟ در واقع اون شبی که میگم
این گروه محلات نه اکانت توییتری داره، نه اکانت اینستاگرام داره، نه صفحه فیسبوکی داره. اینا بلا فاصله، خیلی جالب این نکته که دارم میگم، در واقع من به این جریان مشکوک میشم، میگم شمع روشن کردن کار اصلاح طالبانه، جوانان محلات وجود خارجی نداره. در نتیجه اینها کجا فعالن که انتراشخال میاد تراخانش رو منتشر میکنه؟ کجا صفحه و اکانت مجازی دارن؟ بلافاصله در تاریخ 3 اکتبر صفحه توییتر جوانان محلات رو سازگارا درست میکنه، در صورتی که بیانیه اول جوانان محلات مربوط میشه به 25 سپتامبر. توجه کنید 25 سپتامبر کجاست، 3 اکتبر کجاست؟ یعنی تقریبا 8 روز بعدش وقتی که اون بیانیه رو میده تازه میاد اکانت توییتریش رو میزنه. بیانیه شماره 3 هم که گفته بودن شمع روشن بکنید رو در توییتر نزدن. حتی در واقع سازگارا 22 سپتامبر مصاحبه میکنه، 3 تا بیانیه به انتراشخال میده که پخش بکنن. بعد 3 اکتبر وقتی که من لوش میدم میره صفحه توییتر جوانان محلات رو اکتیو میکنه در توییتر و بیانیه قبلی هم از این تاریخ به بعد منتشر میشه. در واقع اگه توجه بکنید اوج خیانت این کثیفی کجا بوده؟ دیروز بوده. یعنی دیگه نمیشه ما تا حالا میدونستیم که اینها، کار من در این 5 سال این بوده که چگونه علیه پروپاگانداشون آنتی پروپاگاندا بکنن. یعنی چگونه اینا دختر آبی رو تولید بکنن، ما از اون دختر آبی به نفع براندازی استفاده بکنیم. چگونه اینا فضا از محلات تهران ما تا جایی که میشد به نفع براندازی استفاده کردیم. ولی الان این قرائتی که الان امیر طاهری از اون ور، سازگاره از این ور که مردم میگه برید بالای پشت بام شعار بدید، این یعنی میخوان به طور مطلق گردن بزنن. همین رسانه ها، همین سلبریتی هایی که الان آوردن به زودی خواهند گفت تمام این بچه هایی که تو خیابان دارن انتقام میگیرن، مبارزه میکنن، اینها تروریستن، اینهایی که بانک آتش میزنن تروریستن، اساسا براندازان. در واقع دارن به طور خاموش گردن میزنن. از اون ور اتحادیه اروپا داره از دست سوم از جمهوری اسلامی نفت میگیره، آمریکا داره نفت میگیره و میرن از اون ور کسی که تحویل دهنده زن بوده میره همکار زن رو در پاریس ببینه. یعنی از این کثیرتر نمیشه. و جالب اینه که همیشه من باید این چیزا رو همه رو به هم دیگه ربط بدم، یعنی هیچ کسی دیگه ای وجود نداره. اما وقتی به پیروزی میرسیم، پیروزی 1000 تا صاحب پیدا میکنه. اون لحظه همه رهبر میشن. اما وقتی که بحران داریم، وقتی که میخوایم گره ها رو باز میکنیم، احدی وجود نداره و فقط هم موتا رو حذف میکنن. تمام کثیفی هایی که تظاهرات ریلی رو حذف کردن، اینا همدست موصل سازگاره هستن. عزیزان، از این راحت‌تر نمیشه پشت پرده این بالماسک‌های کثافات اصلاح طالب رو برملا کرد. دیگه ما با اصلاح طالبان حرف میزنیم، در واقع از امنیتی ها حرف میزنیم، از ارتش نرم جایش حرف میزنیم. امیدوارم شب یلداتون رو خوب سپری کرده باشید و مدام یلدایی باشید.